أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين. تعداد من صلوا لله في الحرمين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت 14.
مردمی بدتر از شما ندیدم. اگر ابن عباس مردم را با دلایلش قانع نکرده بود، نزد علی ابن ابی طالب نمی رفتند. توانست مردم را از گرد شما پراکنده کند. با دلیل‌هایش دهانمان را بست. بسیاری از مردم را قانع کرد، تا جایی که از کردار گذشته خویش استغفار می‌کردند. اگر من جای شما بودم میدانستم چگونه پاسخش را بگویم. مثلا به او چه میگفتی؟ اکنون میپرسی؟ نکند تو نیز حرفایش را باور کرده ای؟ اگر آنگونه که میگویی بود، من اینجا نبودم که با تو سخن بگویم. ولی تو نیز وقتی علی داشت سخن میگفت چیزی نگفتی، حتی یک کلمه هم به زبان نیاوردی. اکنون زمان درگیری نیست ابن وهب. باید فکر کنیم ببینیم فردا پاسخ مردم را چه دهیم. این مردم فردا ما را تکذیب میکنن و از امروز به بعد حتی یک کلمه از ما نمیشنوند. باید اکنون به کوفه برگردیم. اگر مردم دلیل آمدنمان را پرسیدند با آنها چه بگوییم؟ آنها را به عهده من بگذارید. میدانم چگونه پاسخشان را بدهم. به آنها چه میخوایی بگویی ابن ملجم؟ خدا را شکر که آنها را به خیر و صلاحشان هدایت نمود. رفتن امیر مؤمنان نزد آنها تصمیم حکیمانه‌ای بود. اول مدیون خدا، بعد امیر مؤمنان و سپس حکمت و دانش ابن عباس هستیم. به نظر می رسید آنها منتظر امیر مؤمنان بودند. همین که از آنها درخواست بازگشت نمود لبیک گفتند. بیشترشان فریب خورده بودند و برخی نیز فریفته نفس خیش. خدا ما و آنها را بیامرزد. آمین آمین آمین. در این شب زیبا چرا ما را اینجا آورده ای؟ ای دانشمند، ما معمولا برای چی به اینجا میاییم؟ ماشاءالله ماشاءالله. به خاطر این نیست؟ مادر جان، چگونه جرأت کردی؟ ساقی بده این باده گل رنگ به نقد، کان نسیه او سر به قیامت دارد. بگیر. میبینم که نشسته ای. میخواهی چه کار کنم؟ برو کمی غذا تهیه کن. از گرسنگی روده بزرگ روده کوچک را خورد. امشب شب شراب و کباب است. کباب؟ این وقت شب گوشت از کجا پیدا کنم؟ چرا زودتر نگفتی کباب میخواهی؟ تا لااقل با خودمان میآوردیم. اگر میگفتم که با من نمی آمدی ای نابغه. نزد سوید برو و به او بگو اینجا بیاید و کمی غذا نیز با خود بیاورد. خدا به من رحم کند. هی، مراقب لولوها باش. همه اینها دروغ است. دوستان، این کافرانی که بر امیر مؤمنان شورش کردند سپس از وی میخواهند مانند ابوبکر و عمر باشد، خواهان کفر علی هستند. چگونه؟ اگر کسی از تو بخواهد مانند ابو لهب یا ابو جهل باشی، درخواستش چیست؟ میخواهد که من کافر شوم. ابوبکر و عمر نیز همین گونه‌اند. هنگامی که در خلافت بر علی سبقت گرفتند و حقش را غصب کردند، در واقع از پیامبر سرپیچی کردند. منظورت چیست ابن سبا؟ این که شما در حق امیر مؤمنان کوتاهی کرده اید و خداوند به خاطر این کوتاهی شما را مجازات خواهد کرد. چگونه یاریش کنیم؟ حقیقت این کافران را برای مردم آشکار کنید. بعدش هم حقیقت ابوبکر و عمر که هیچگاه ایمان نیاوردند و فقط تظاهر به اسلام کردند. از آن دو اعلام بیزاری کنید. ولی اگر به ابوبکر و عمر دشنام دهیم آنها خشمگین میشوند. چه مردم بدی هستید. آیا از این سخن خجالت نمی کشید؟ بندگان خدا، برادران ایمانی، خداوند با یاری امیر مؤمنان به ما لطف کرده است. نباید سستی کنیم. قدرتتان را دست کم نگیرید. گوش کن ابن سبا، ما فقط اطاعت خدا و پیامبرش را از تو دیدیم. پس بگو برای پس گرفتن حق امیر مؤمنان چه باید بکنیم؟ ما گوش به فرمان توییم. بله ابن سبا. 3 2 1 0 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
برخیزید، هنگام نماز است بندگان خدا. نماز بهتر از خواب است. بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی رستگاری. نماز از خواب بهتر است. بشتابید به سوی نماز. برخیزید، هنگام نماز است بندگان خدا. حالت چطور است ابن وهب؟ الحمدلله ابن سبا. شما را اینجا میبینم. میخواستی کجا ما را ببینی؟ مگر شما نگفتید که امیر مومنان با قبول حکمیت کافر شده است؟ پس چگونه پشت سرش نماز میخوانید؟ از کفرش بازگشته و از اشتباهش توبه کرده. خدا نیز غفور و رحیم است. گمان نمی کنم شما قصدی جز تفرقه افکنی داشته باشید. شما نیز میخواهید در دین خدا با مردم سازش کنید. انتظار نداشتم بعد از خروج از مسجد مرا اینجا بیاوری. در خلقت خدا تفکر میکنم. در اینجا فکرم آسوده است و بهتر میتوانم تفکر کنم. به خدا قسم راست میگویی، ولی بهتر نبود که صبر میکردیم تا با امیر مومنان میآمدیم؟ همیشه این کار را میکردم، ولی احساس کردم دوست دارد با خدای خود خلوت کند. منم رهایش کردم. اشعث هم اشاره کرد که با وی کار خصوصی دارد، برای همین چیزی نگفتم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میبینم پس از دیدار با امیر مؤمنان شادمانی ابا محمد. دنیا گنجایش شادمانیان را ندارد ابا طریف. نمیخواهی ما را در شادمانیت سهیم کنی؟ چرا نکنم؟ هنگامی که فهمیدم حسن میخواهد ازدواج کند نزد امیر مؤمنان رفتم. ازدواج حسن چه ارتباطی به تو دارد که اینقدر شادمان شدی ابا محمد؟ صبر داشته باش ابا طریف، صبر کن. نمیخوایی ماجرا را از اول تا آخر برایت بگویم؟ بگو ابا محمد. گفتم ای امیر مؤمنان، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده صلی الله علیه و سلم هر رابطه خویشاوندی در قیامت قطع می شود مگر رابطه خویشاوندی با من. برای همین میخواهم خود را از طریق حسن پسر فاطمه به نسب رسول خدا برسانم، البته اگر امیر مؤمنان صلاح بدانند. احسنت بر تو بزرگ کنده. باید مردم را خبر کنیم امیر مؤمنان خواسته در مسجد جمع شوند. باید ساکت بمانیم؟ مجرمان به ابوبکر صدیق و عمر ابن خطاب دشنام میدهند. آرام باش، ساکت نمیمانیم. حتما امیر مؤمنان با آنها برخورد خواهد کرد. اگر مردم نمیگفتند که فرزندان امیر مؤمنان به مردم ظلم میکنند، با آنها نشان میدادیم. بیا برویم برادر، نباید خواسته های امیر مؤمنان را به تأخیر بیاندازیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده به اصحابم دشنام ندهید. قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر یکی از شما به اندازه کوه احد طلا انفاق کند، ثوابش به اندازه یک مشت انفاق آنها نمیرسد. به من خبر رسیده که برخی از مردم به ابوبکر صدیق و عمر ابن خطاب دشنام میدهند. نام آنها را به ما بگو امیر مؤمنان. این فاسقان که هستند؟ قسم به ذاتی که دانه آفرید و جان بخشید، فقط مؤمن پرهیزگار آنان را دوست دارد. با صدق و وفا در کنار رسول خدا بودند و او در حالی وفات یافت که از آن دو راضی بود. آنها نیز در حالی از این دنیا رفتند که مؤمنان از آنان راضی بودند. به خدا قسم ابوبکر صدیق در میانمان بهترین بود.
از همه مهربانتر بود، با گذشت‌تر و با تقواتر بود. در اسلام از همه پیش بود. روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در میان ما پیاده نمود و بر همین روش وفات یافت. پس از وی عمر ابن خطاب عهدهدار امر شد و بر منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارش حرکت کرد. کدام یک از شما مانند آنهاست؟ هر کس مرا دوست دارد باید ابوبکر صدیق و عمر ابن خطاب را دوست بدارد و هر کس آنها را دوست نداشته باشد مرا دوست ندارد و من از او بیزارم. اگر کسی را که به آنها دشنام داده نزدم بیاورند، حد مفتری بر او اجرا می کنم و 100 ضربه شلاقش می زنم. از پدر پرسیدم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه کسی بهتر است؟ صلی الله علیه و سلم. چه پاسخی داد؟ تو بگو. تو اول بگو. امیر مومنان چه گفت؟ گفت ابوبکر صدیق. وقتی پرسیدم بعد از او، گفت عمر ابن خطاب. من هم فوراً گفتم سپس شما. او هم گفت من هم یکی مانند دیگر مسلمانان. از کجا پاسخش را دانستی؟ تو که آنجا نبودی. هر کس علی ابن ابی طالب را خوب بشناسد میداند چه میگوید و هرگز از دین حق فاصله نمیگیرد. سپس امیر مؤمنان از شیخین ابوبکر و عمر تعریف کرده و گفت جایگاه آنان در اسلام بزرگ است. هر کس به آنان چیزی بگوید اسلام را زیر سوال برده. خداوند رحمتشان کند و بهترین پاداشها را به آنان عطا فرماید. به خدا قسم هر کس که مرا از ابوبکر و عمر برتر بداند من او را مجازات خواهم کرد. پدر حق دارد. آنهایی که دشنام دادن کارشان منکر بوده. به خدا قسم پدر فقط به خاطر محبت شیخین نام شما را ابوبکر و عمر نهاد. مسلمانان همه آنها را دوست دارند. این فتنه انگیزی فقط برای ایجاد تفرقه میان امت اسلام است. هر کس که این سخنها را پخش نموده میخواهد اختلاف جدیدی بین مسلمانان بیاندازد. جدم صلی الله علیه و سلم فرمود خواب دیدم با دلای از حوض بزرگی آب میکشم. آنگاه ابوبکر برخاست و 1 یا 2 دلو آب کشید و در آب کشیدنش ضعف داشت، ولی خدا او را مغفرت می‌کند. سپس عمر آن را گرفت و دلو در دست او بسیار بزرگ شد و هیچ نابغه‌ای در میان مردم ندیدم که مانند او شگفتی بیافریند تا جایی که مردم سیراب شدند. خداوند بزرگ آنچه را پیامبرش در خواب دید محقق نمود. بله ابوبکر، بله. خواب راستین از نشانه‌های نبوت است. زیرا ابوبکر صدیق پس از رسول خدا خلیفه گشت. مرتدان را از بین برد، مسلمانان را متحد و دوست نمود. فتوحات را آغاز کرده و بسترسازی نمود. سپس در دوران عمر ابن خطاب رضی الله عنه این تلاش ها به بار نشست و کامل شد. پس اسلام با برنامه‌ریزی و تلاش بی‌وقفه شیخین ابوبکر و عمر انتشار یافت. برای همین جز بیخرد یا مرتد کسی از آنها براءت نمی‌جوید. راست گفتی ابو عبدالله، راست گفتی. چرا تأخیر برادرم؟ گفتم تا عروس وقت داشته باشد خود را آماده کند. عروس مگر چه می‌خواهد حسن؟ 1 یا 2 روز می‌تواند هر چه را بخواهد آماده کند. همان گونه که زینب میگوید اگر همه چیز آماده است چرا تأخیر کنی؟ نظر شما همین است؟ موفق باشید. نزد اشعث میروم و میپرسم چه وقت آمادگی دارند. انشاءالله مبارک است. به خدا قسم خواهرم، به خدا قسم اگر مردم نمیگفتند چون پدر محمد ابن علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان است او میتواند به مردم ظلم کند، شمشیرم را برهنه میکرد و نزد آنها میرفتم و هر کس به ابوبکر و عمر ابن خطاب دشنام میداد میکشتمش. وای بر آنها، چگونه میتوانند به ابوبکر و عمر دشنام دهند در حالی که کفار قریش از نجابت آنها شرمشان میآمد چنین کنند و جرأت چنین کاری را هم نداشتند.
و هر که شیطان همدم او باشد چه بد همدمی برگزیده است. آیا خبر داری برادرمان حسن میخواهد با جعده ازدواج کند؟ دختر اشعث ابن قیس بزرگ کنده؟ السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. پارچه هایت را به ما نشان می دهی؟ مردانه یا زنانه؟ مردانه، همچنین بچگانه اگر هست. این چقدر است؟ خواهش میکنم اینها را به عنوان هدیه از من بپذیرید. ای نوه رسول خدا. به خدا قسم من حاضر نیستم از نسبتی که با رسول خدا دارم در امور دنیا بهره برم. بهایش رو میگیری یا از دیگری بخرم؟ هر گونه خودت میپسندی. خب این را بده و این را. چقدر میشود؟ 100 درهم. بفرمایید. خداوند به شما برکت دهد. خدا حافظ. خدا نگهدارتان. نزد ما آمد و به اشتباه خود اعتراف کرد. اگر چنین نمی‌کرد هرگز باز نمی‌گشتیم. از قبول داوری دست برداشت و از کفرش هم توبه کرد. خدا هم که بخشنده است. امیر مؤمنان؟ بله امیر مؤمنان. همه خطاکاریم و بهترین خطاکاران توبه کاران هستند. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ابا محمد، ای ابا محمد، چیزهایی که شنیده این درست است؟ چه شنیده ای ابن وهب؟ این که قرار است حسن دامادت شود. بله. خویشاوندی پیامبر مبارکت باد. خدا جزای خیرت دهد و بازگشتن تو نزد برادران و توبه از کارت نیز مبارکت باشه. این که نزد برادرانم بازگشتم صحیح، اما این امیر مؤمنان است که از کار خود توبه کرده. منظورت چیست ابن وهب؟ منظورم این است که حکمیت را رها نموده و از کفرش توبه کرده. وای بر تو، این گونه درباره امیر مؤمنان سخن میگویی؟ میخواهی چگونه سخن بگویم ابن قیس؟ من آنچه را رخ داده برایتان گفتم، زیرا شنیدم که برخی از شما و قبایلتان میگویید ما ناچارن بازگشته ایم. آری خداوند دروغگویان و کسانی که چنین گفته‌اند را روسیا نماید. به سخنان بیخردان نیز ما کاری نداریم. بیا برویم ابا محمد، بیا برویم ابا محمد. ظاهرا تمام چیزهای ضروری را خریده ای. بله. پدرزنت اشعث ابن قیس چه؟ او نیز آماده شده. پس منتظر چه هستید؟ یعنی چرا زمان عروسی را مشخص نمی کنید؟ منتظر اجازه پدر هستم. با او صحبت می کنم تا به زودی موعد عروسی را مشخص کند. خدا توفیقت دهد برادر. حتما کنده و عرب همگی در عروسیت شرکت می کنند. با من نزد پدر نمی آیی؟ با کمال میل. برویم. ماییم و می و مطرب و این کنج خراب، جان و دل و جام و جامه در رهن شراب. فارغ ز امید رحمت و بیم عقاب، آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب. به به نجاشی، بیشترش کن. داشتم چه میگفتم؟ مگر نگفتم این سوال ها را نکن؟ ولی بگریزید، فرار کنید. بیا سریع فرار کنیم. سریع باش نجاشی، سریع. مادرت به عزایت بنشیند. سریع باش.
ای وای وای، خدا تو و زهر مارت رو لعنت کند. لعنت خدا بر شراب و شرابخوار و ساقی. همش تقصیر توست، همش تقصیر توست. آرام باش ابا محمد، آرام باش. حقیقت این بیخردان را که خیلی وقت از شناخته ایم. من از این خشمگین نیستم. چیزی که مرا ناراحت می کند شایعاتی است که آنها بین مردم پخش می کنند. بیشتر مردم هم از گفتگویی که بین آنها و امیر مومنان رخ می دهد خبر ندارند. در نتیجه سخن این فاسقان را باور می کنند. از دست ما چه کاری ساخته است ابا محمد؟ مثال ما و آنها مانند شخصی است که شمشیری به دست راستش گرفته و میخواهد دست چپ خود را قطع کند. اگر دست چپ سبب مرگ انسان شود، قطع آن بهتر از بقایش است. گویی تقدیر ابوالحسن این است که هیچ روزی بی غم و غصه سپری نشود. باید امیر مومنان از آنچه این فاسقان میگویند با خبر شود. بله ابا محمد، بله، او باید بداند. مشکل این است من خجالت میکشم حتی سخنان آنان را نزد امیر مومنان بازگو کنم. آیا درست است ابی حاتم؟ درست است که علی ابن ابی طالب پس از این همه مجاهدت در راه اسلام افرادی جاهل پیدا شوند و به اون نسبت کفر دهند؟ استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم. به هر حال باید به او خبر دهیم. بله، باید با خبر شوند. ماشاءالله 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 به تو. این عطر رو به خودت بزن برادر. پدر بزرگم عطر را خیلی دوست داشت. چه زیبا شده ای برادر. ولی اگر لباسی که من و زینب آماده کردیم را می پوشیدی زیباتر می شدی. همینها خوب است خواهرم. مردم را منتظر گذاشتیم. قبل از اینکه کاملا آماده شوی و ما تایید کنیم جایی نمی روی. نه زید، نیازی به شمشیر ندارم. چه کردی ابا محمد؟ هرچه زیبایی بود تمام کردی. حسن همیشه زیباترین است. راست میگویی. مردم منتظرت هستند. تمام کوفه پشت در منتظر تو هستند. بله برویم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هنگامی که روز قیامت شد خداوند متعال در میان بندگانش داوری می‌کند و هر ملتی بر زانو افتاده است. اولین کسانی که فراخوانده می‌شوند شخصی است که حافظ قرآن بوده و شخصی که در راه خدا جهاد کرده و شخصی که مال فراوانی داشته. خداوند به قاری قرآن می‌فرماید آیا از آنچه بر پیامبرانم نازل نمودم به تو نیاموختم؟ میگوید بله پروردگارا. میفرماید به آنچه آموختی عمل کردی؟ میگوید من شبانه روز آن را تلاوت میکردم. خداوند میفرماید دروغ گفتی. فرشتگان نیز میگویند دروغ گفتی. و خداوند میفرماید بلکه میخواستی بگویی فلانی قاری قرآن است و گفته شد. و صاحب مال را میآورند و خداوند میفرماید آیا روزیت را فراوان نساختم تا جایی که محتاج هیچ کس نبودی؟ میگوید بله پروردگار. میفرماید آنچه را به تو عطا کردم چه کردی؟ میگوید با آن را به طی خویشاوندی به پا داشتم و صدقه دادم. خداوند میفرماید دروغ گفتی. و فرشتگان نیز میگویند دروغ گفتی. خداوند میفرماید بلکه میخواستی بگویند فلانی بخشنده است و گفته شد. و کسی که در راه خدا کشته شد را میآورند. خداوند بدو میفرماید در چه راهی کشته شدی؟ میگوید به جهاد در راه تو امر شدم و جنگیدم تا اینکه کشته شدم. خداوند میفرماید دروغ گفتی. و فرشتگان نیز میگویند دروغ گفتی. خداوند میفرماید بلکه میخواستی بگویند فلانی شجاع است و گفتند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر زانوی ابو هریره زد و فرمود
ای ابو هریره، این 3 نفر اولین مخلوقاتی هستند که خداوند در روز قیامت با آنها آتش جهنم را شعله ور می‌سازد. اگر اینها چنین میشوند، پس تکلیف بقیه مردم چیست؟ رحمت خداوند شامل هر چیزی میشود انشالله. دیدی اشعث چگونه ما را نگاه میکرد؟ نگاه کند تا خسته شود. به نظرم چیزی را پنهان میکرد. رهایش کن. الان چیزهایی که از مردم شنیده ای را برایم بگو. به نظر میرسد سخنان ما را باور کردند، زیرا کم کم بعضی از آنها دارند به مجلس ما میآیند و نظر ما را در مورد اشتباه علی در پذیرفتن حکمیت قبول کردند. خوب است. باید همه بدانند که حکم از آن خداست و بس، نه انسان. ولی اگر وقت حکمیت فرا رسید و مردم فهمیدن که علی از نظر خود باز نگشته چه؟ تا هنگامی که زمان تحکیم فرا رسد، ما اکثر مردم را هم فکر خود کردیم و پس از آن نیز هر الف جایی و هر نقطه مکانی دارد. اگر کاسه زیر نیم کاسه نباشد اسمم را عوض می کنم. خیالت راحت، علی دستشان را رو می کند. خداوند منزلتی به او داده که از هر پنهانی با خبر می شود. آنچه برخی ادعا می کنند و به دروغ به من نسبت می دهند چیست؟ آیا من پس از ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هجرتم و جهاد در راه خدا بر خویشتن گواهی کفر می دهم؟ اگر چنین بگویم گمراه شدم. آیا من از امری که به حفظ جان مسلمانان مربوط است برمی گردم؟ اگر چنین کنم چگونه می توانم جانشین پیامبر باشم؟ چگونه از پیمانی که مصلحت امت در آن است انصراف دهم، در حالی که خداوند متعال می فرمایند و به عهد و پیمان وفا کنید، چرا که از عهد و پیمان پرسیده می شود. حکم از آن خداست. حکم از آن خداست. بله بله، حکم از آن خداست. سخن حقی که مراد آن باطل است. شما با فهم اشتباه خیشتن و همراهانتان را گمراه کرده اید. اگر شرک بورزی کردارت نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود. پس شکیبایی کن. وعده خدا به طور مسلم حق است. هرگز نباید کسانی که ایمان ندارند مایه ناراحتی تو گردند. 3 چیز را برایتان می‌گذاریم. شما را از نماز در این مسجد منع نمی کنم و تا زمانی که دستهایتان در دست ما باشد شما را از سهمیه غنیمت محروم نمی کنم و تا هنگامی که با ما نجنگیده اید با شما نمی جنگیم. تا قبل از پایان حکمیت ما بسیاری از افرادمان را از دست داده ایم. هر کس در راه حق یاور ما نباشد از ما نیست و این حکمیت حق است اشتر. هر کس در این امر یاور ما نباشد دشمن مؤمنان و نفس خیش است. احسنت ابا محمد. این قوم خواستار راه کج هستند. آنها با آیاتی که درباره کفار نازل شده مؤمنان را تکفیر می کنند و آن را توجیه می کنند برای مسلمین. باید مانند امیر مؤمنان دعوتشان کنیم که از گمراهی خیش دست بکشند. آنان برادران دینی ما هستند. تا کنون بین مسلمانان چنین هرج و مرجی سابقه نداشته. در خلافت ابوبکر و عمر مسلمانان صاف و یک دست بودند، اما در خلافت علی و عثمان چرا ناخالصی وجود دارد؟ نمیدانی چرا ای شمر؟ به این دلیل که عثمان و علی یاران ابوبکر و عمر بودند، اما یاران علی و عثمان تو و امثال تو هستند. اما بعد به خدا قسم گروهی که به خداوند رحمان ایمان دارند و به حکم قرآن چنگ میزنند، این دنیا برایشان برتر از امر به معروف و نهی از منکر و سخن حق نیست. پس باید برادرانمان را از این شهری که اهلش ظالمن نجات دهیم.
برای انکار این رفتار و بدعت‌های گمراه کننده به کوهپایه‌ها یا شهرهای دیگر هجرت کنیم. دوستان، کالای دنیا ناچیز و فراغ آن حتمی است. پس محبت دنیا فریبتان ندهد، زیرا خداوند آن که دنیایش را با آخرتش بفروشد دوست دارد. نظر شما درست است. باید یکی از شما رهبریت را به عهده گیرد، زیرا شما به ستون، تکیه‌گاه و پرچمی نیاز دارید که گرد آن جمع شوید. نظر بسیار خوبی است ابن ملجم. به نظر من شریح ابن ابی اوفای ابسی رهبر شود. اما در میان برادران افراد لایق‌تری نیز هستند. بنابراین فقط هرقوس ابن زهیر سعدی لایق این اجازه دهید. ولی به نظر من عبدالله ابن وهب راسبی باید امیر باشد. هیچ کس در بین ما در دینداری و ذکاوت مانند او نیست. به خدا قسم من به خاطر طمع دنیا این وظیفه را قبول نمی کنم، بلکه حاضرم جانم را در این راه فدا کنم. من عبدالرحمن ابن ملجم با ابن وهب به عنوان امیر مؤمنان بر کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت می کنم. همگی با تو به عنوان امیر مؤمنان بر کتاب و سنت پیامبرش بیعت می کنیم. بله جز تو امیر دیگری را قبول نداریم. به مدائن بشتابیم و آنجا سکونت گزینیم، ساکنانش را بیرون کرده و به برادرانمان در بصره نامه بنویسیم تا به آنجا بیایند. این که همگی با هم به مدائن برویم نظر خوبی نیست. به نظر من باید تک تک به نهروان برویم، سپس به برادرانمان در بصره نامه بنویسیم. فکر میکنم کار درستی است. بله، باید به نهروان برویم. بشتابید به سوی نماز، برخیزید، هنگام نماز است. نماز بهتر از خواب است بندگان خدا. بشتابید به سوی نماز، برخیزید، هنگام نماز است. بشتابید به سوی نماز بندگان خدا. ابن وهب کی حرکت می کند؟ او به اهل بصره نامه می نویسد و به زودی با بقیه افرادمان به من ملحق می شود. بسیاری از آنها به نهروان رفتند. لا حول ولا قوة الا بالله. ولی امیر مؤمنان اجازه نداده جلوی آنها را بگیریم و از ما خواسته کسانی که هنوز با آنها نیستن را نصیحت کنیم که به خود مسلمانان بد نکنند. اما ممکن است وضع بدتر شود و کارهای ناشایستی انجام دهند. امیر مؤمنان نمیخواهد آنها را به اجبار در میان خود نگه داریم و تا زمانی که به مسلمانی تعرض نکردند کاری با آنها نداریم، حتی اگر با نظر ما مخالف باشند. نظر امیر مؤمنان درست است، اما کار این مردم عجیب است. امیر مؤمنان آنان را به حفظ جان مسلمانان فرا می‌خواند، ولی آنان فقط جنگ می‌خواهند. خدا هر که را هدایت کند راه یاب است و هر که را گمراه نماید هرگز سرپرستی برای وی نخواهی یافت. صدق الله العظیم. آیا اتحاد امت برای آنها بهتر از تفرقه ای نیست که در پیش هستند؟ خدا هدایتشان کند. خدا هدایتشان کند. این ابلهان چه گمان کردند که بر ضد امیر مؤمنان بلند شدند؟ دیده ای که چگونه بین برادر با برادر جدایی می اندازند؟ کار آنها غلط است. چگونه به خود جرأت دادند چنین سخنانی به امیر مؤمنان بگویند؟ چگونه جرأت کردند از فرمان خدا سرپیچی کنند؟ و اسم کاری که الان انجام می دهیم چیست؟ مگر سرپیچی نیست؟ شراب سرپیچی است؟ این با آب فرات فرقی ندارد. راست میگویی، ولی این کمی خوشتر است از دجله و فرات با هم.
بگیرش، چنان که شاعر میگوید من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشیدن بارتن نتوانم. هی کجا میروم؟ برمیگردم. برای رسیدن به هدف رازدار باشید. با همراهانتان مشورت کنید. خدا یار و یاورتان باشد. درست است. به خدا میسپارمتون. ای اهل کوفه، جاسوسان، لعنت بر شما، خبرچینان، لعنت بر شما دروغگویان فاسق. ای خبرچین ها، ای اهل کوفه. این جزای کسی است که خلاف دستورات خدا را عمل نماید. رحم کن ای ابوالقاسم، رحم کن. امیر مؤمنان فرمان داده به جزای شرابخوریت برسی. اما امیر مؤمنان بردبار است و انسان باگذشتی است و میبخشد. ولی صبر و گذشتش در اجرای حکم خدا نیست. به خدا قسم دیگر تکرار نمی شود. دست به شراب نمی زنم. لعنت بر شما ای اهل کوفه. به اهل کوفه مربوط نمی شود. تو خودت می دانستی که شرابخواری گناه کبیره است. کمکش کنید تا به خانه برود. کوفیان ننگ بر جفای شما، بر دورنگی و حماقت و ادعای شما. کس نداند صفای جانید ای 200 لند بر صفای شما. ما كان للإنسان
الصفين وعلى الحسين والحق في الثقل